برای بافت این دسته کلید احتیاج به 2 نوع رنگ داریم و یه قلاب متناسب با نخمون، معمولاً بین قلاب 3 تا 3.5. یه حلقه جادویی ایجاد میکنیم، یه زنجیر محکم میکنیم، نخ رو یه مقدار میکشیم و نخ دور قلاب و 7 مرتبه نخ رو دور قلاب میپیچیم پای بلند و روی قلاب قرار میدیم که نخمون روی قلاب باید 15 تا نخ بشه که 3 تا 3 تا جدا میکنیم. قلاب رو از زیر 3 تای اول بیرون میاریم، بعد 3 تای دوم الی آخر که 5 تا طرح حبابی یا پفکی ما داریم. 3 چهارمی و آخری که یه زنجیر محکم میکنیم، ببینیم 5 تا حبابی هستش. نخ جدید رو وصل میکنیم، 2 تا زنجیره، 3 تا نخ رو میکشیم و نخ اضافی رو زیر بافت قرار میدیم. قسمت اول 4 بار، دوم هم 4 بار الی آخر. الان 4 تا حبابی داریم. 4 تای اول یه زنجیره میزنیم، یه زنجیره دیگه از دومی بیرون میاریم قلاب رو، همین بافت تکرار میشه. یه زنجیره محکم میکنیم، رج بعد یه زنجیره اضافه میزنیم، رج بعد 3 تا میشه. 4 بار نخ دور قلاب مثل فیل انجام میدیم. دوباره همین بافت رو تکرار میکنیم. رج بعد 2 تا میشه. رج آخر یکی با زنجیر محکم میکنیم، یه زنجیر اضافه و پای بست دور تا دور بافت میزنیم، 2 زنجیر فاصله بینشون که کناره های بافتمون جمع نشه و تمام.